نادعلی جایی که به صدها نیروی امنیتی در آن 8 ماه محاصره بودند. ما همراه با قوای مسلح به اینجا می رویم. در این 2 سال اخیر بار نخست است که کاروان نیروی امنیتی در حالی که به سوی یک ولسوالی ناامن در حرکتند، اما سوی مخالفین مورد حمله قرار نمی گیرند. اما باز هم برای ما اجازه داده نمی شود تا کلکین های تانک هاموی را باز کنیم و می گویند همکنون بعض از مخالفین برای ما کمین گرفتند. بس منګه ټوله تعطیل ور ساګي نه ملاقات کړه د بس څو غره دوه نیم سره مې نه په ساګړي او دې محل تمدان را رسوله تر څو کوی او منګه ټوله تعطیل په سره دا دوه موټر کې ودار یو هغه دا بس ور دي سره ورسېد مې نه په ساګور دي سره ورسېد. قماندان امنی هلمند از بعض پست‌های تازه ایجاد شده دیدن می‌کند. من بعد از 8 ماه همراه با بعض از مسئولین نیروی امنیتی به سوی مرکز نادعلی سفر کردم. اگرچه حکومت چیزی نمیگوید، اما گفته می شود عملیات 7 میوند که به خاطر باز شدن راه نادعلی پلان شده بود در همینجا به پایان رسید که به عوض آن به زودترین فرصت عملیات خالد آغاز می شود. آقا نور کینتوس قماندان امنی هلمند به رادیو آزادی گفت به این عملیات اکتفا نمی کنیم و در ساعات دیگر هم عملیات را آغاز می کنیم. منگذاری ها در مسیری راه است، در مساجد است، در مکاتب است، در شبخانه است و در راه است. به اساس ما به اساس تاکتیکی که داریم اساس حرکت میکنیم و به مردم خود اطمینان میدیم که ما میتونیم که در هلمند امنیتی بیاریم. هدف سفر امروزی ما این بود که ما از یک طرف بریم همراه قهرمانان خود ملاقات بکنیم و از کارکرد از ما تقدیر بکنیم. از سوی هم حکومت از آغاز شدن عملیات دیگر بر ضد مخالفین مسلح خبر میدهد، اما مردم میگویند که طالبان تا ختم شیره گرفتن بته‌های کوکنار نمیخواهند که جنگ کنند. بنابراین به آغاز فصل جنگ و ناامنی در هلمند روزهای اندک باقی مانده است.